Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barodaroни do'stoni aziz, این مسجد به نام قبا، این مسجد پیغمبر خدا علیه السلام یکم مسجد در اسلام که میره ساختگی. این مسجد مایده بود با کشودش کردن، همینجا یکم جمعه گذاشتگی، مردم میان همینجا نماز میخونن. همین که حدیث پیغمبر علیه السلام مسلم روایتش میکنه، در همین مسجد آدمی که 2 رکعت سنت میخونه ثوابش چیه؟ ثوابش رنگ عمره کامل، عمره کامل کرده باشه. برای همین قموش چیکار میکنه؟ همینجا نماز که خونه، بعد نماز خوندن برادرای دوستان عزیز، همین دعا فقط برای مردم تاجیک، برای مسلمان‌ها. پروردگار همه برادرای ما را، خواهرای ما را که این دنیا گذشتگی، پروردگار طریق جنتشون بگردان، رحمتت را نازل بگردان. هر مسلمانی که در همین دنیا زندگی میکنه پروردگار ایمانش کامل بگردان، توفیق برای کاراش، برای عبادت